سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزای دل. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز اومدیم با آموزش ثبت نام در لاتاری 2026 تا انتهای این ویدیو همراه من باشی. این آموزش رو دارید می‌بینید از کافی نت، من اولین پلتفرم خدمات غیر حضوری کشور که میتونی تمام کار اینترنتی و کافی نتی تو به صورت کاملا غیر حضوری انجام بدی. حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کن، کانال آپاراتمون هم همچنین دکمه زنگوله رو بفشار و توی کانال تلگراممون جوین بده تا جدیدترین آموزش، جدیدترین اخبار و جدیدترین هدایا رو از دست ندی. پس بدون معطلی بریم سراغ این آموزش. خب عزیزای دل، کشور آمریکا سالانه به 50,000 نفر ویزای گرین کارت آمریکا رو میده. یعنی چی؟ یعنی اجازه اقامت آمریکا رو بهتون میده به صورت قرعه کشی تور. اوکی؟ و شما خیلی راحت با کم هزینه ترین راه ممکنه میتونید اقامت آمریکا بگیرید. خب حالا عزیزایی که قصد اقامت آمریکا دارن، قصد مهاجرت دارن، قصد اینکه میخوان برن آقا به کشور فرصت ها بهش میگن به قول خودشون، عزیزای دل قصد این کارو دارن و میخوان برن آمریکا، کافی نت من این کارو براتون انجام میده. یعنی این پروسه ثبت نامو به صورت اصولی و توی چارچوب انجام میده با کمترین هزینه ممکن. یعنی واقعا قیمتو ببینید پراتون میریزه. خب 80% آف گذاشتیم، 80%. یعنی شما برو رنج قیمتی بگیر هر جا، این ور اون ور فلان. کم هزینه ترین راه، یعنی کم هزینه ترین جا و راه همینه. خب عزیزای دل، حتما اگه واقعا قصد مهاجرت به آمریکا رو دارید، اگه واقعا میخواید برید و با یه هزینه خیلی کم، شما میتونید لاتاری انتخاب کنید. حالا لاتاری برای چیه؟ برای اینکه تنوع نژادی توی کشور آمریکا باشه و از هر نژادی باشه، هر کشوری یه مقداری باشن اونجا سکونت کنن، زندگی کنن و اینا. هر سال آمریکا این پروسه رو داره و خیلی عزیزان هر ساله میان این پروسه رو با کافی نت من انجام میدن و یه سری برنده میشن، یه سری برنده نمیشن و یه سری خنده داریم، یه سری ناراحتی داریم، ولی هیچ وقت دست از تلاش بر ندار. عزیز دلم، اگه واقعا قصد رفتن و قصد مهاجرت داری و اینا، پیش خوب کسی اومدی. کافی نت من به عنوان اولین پلتفرم خدمات غیر حضوری کشور این پروسه رو برای با استاندارد بالا، هزینه پایین و خیلی اصولی و طبق چارچوب انجام میده. یه سری قوانین و مقررات هستش که شما باید این پروسه رو انجام بدی. یعنی طبق این قوانین و مقررات ثبت نام انجام بشه. اگه ثبت نامت اصولی نباشه، خودت بلندشی بری انجام بدی، اشتباه انجام بدی، اگه اکسپت بشی یعنی برنده بشی ولی مشکل داشته باشه اون پروسه ثبت نامی که انجام دادی، از عکست بگیر، از مشخصات بگیر، از آدرس بگیر و کلی چیزای دیگه، شما فرصت از دست میدی و باید یک بار دیگه، سال دیگه همینطوری پشت هم ثبت نام کنید تا باز شانس در خونتو بزنه. پس اگه میخوای این فرصتت، این پروسه ثبت نامی تو واقعا یک بار به صورت اصولی انجام بدی، میتونی با کافی نت ما این کار رو انجام بدی. چرا؟ چون کارشناسان ما چندین ساله که دارن این پروسه رو انجام میدن، تمام بالا و پایین، سختی، آسونی، ترفند و همه اینا رو دارن و به بهترین کیفیت براتون این پروسه رو انجام میدن که پس فردا اگه اکسپت شدی، به قول قوه الهی اکسپت شدی و برنده شدی توی این پروسه که جواباش اردیبهشت به اردیبهشت میاد، خیلی با خیال راحت این کار انجام بده. خب بریم برای این آموزش. سرتو درد نیارم عزیز دل. اگه حال کردی با کافی نت من و عشق خاصی بدی، این پایین لینک یه کافی ما رو مهمون کن هستش، میتونی ما رو یه کافی مهمون کنی و این که حتما ما رو حمایت کنید، لایک کامنت فراموش نشه و این که ایشالله که تو هم یکی از برندگان خوش شانس لاتاریه
2026 باشی. دوستت دارم و برو بریم. خب عزیزای دل، برای اینکه بخوایم ثبت نام کنیم به صورت غیر حضوری در لاتاری 2026 باید چه پروسه‌ای انجام بدیم؟ تا انتهای این ویدیو همراه من باشین که کامل یاد بگیریم. ببینید عزیزای دل، اولین کاری که باید بکنید اینه که شما میایید داخل مرورگرتون می‌نویسید کافی نت من. بعد اینکه نوشتین کافی نت من، اینجا وارد سایت رسمی و اصلی کافی نت من میشین و این پایینش هم حتما چک کنید که مجوزها قابل استعلام باشه، چون یه سری افراد شاید کلاهبردار از برند ما دارن سوء استفاده میکنن و حالا پیگرد قانونی و قضاییشون هم داره انجام میشه. حواستون باشه که وبسایت حتما این باشه kafinetman.com. بعد روی سفارش خدمات کلیک میکنید و اینجا ثبت نام لاتاری رو روش کلیک میکنید. وارد سایت بزنبریم.com میشید که 80% تخفیف گذاشتیم ما برای ثبت نام لاتاری و اینجا هم کرونومنت اتمام موعد ثبت نامو شما مشاهده میکنید که 7 روز و 20 ساعت دیگه به اتمام میرسه. و لاتاری چیه راجبش توضیح دادیم اینجا و داخل ویدیو هم گفتیم. خب ببینید عزیزای دل، ما الان یه فرم مجردی رو با هم پر میکنیم که قشنگ یاد بگیریم که به چه صورته. ببینید عزیزای دل، اینجا وضعیت تعهلتون رو مشخص میکنید و وضعیت فرزندتون رو اینجا مشخص میکنید که حالا ما میرسیم فرزندی نداریم. موافقت نامه رو حتما بخونید با دقت و من شرایط موافقت نامه رو تایید میکنم و بزنید تا این دکمه ثبت نام براتون فعال بشه. خب میایم اینجا نام خانوادگیمون رو حتما طبق پاسپورتمون اگه داریم، اگه نه اسپل انگلیسیشو حتما داخل گوگل سرچ کنید. افراد مشهور زیادی با حالا اسم و فامیل شما هستن و میتونید از طریق همون اسپل درست و نحوه نوشتاری صحیحش اینجا میتونید نام خانوادگیتون رو بنویسید. خب اسمتون رو حتما اسم، فامیل و تمام این چیزایی که به انگلیسی هست و جلوش نوشته حتما به انگلیسی پر بشه با حروف بزرگ پر کنید. خب اسم رو می نویسیم، فامیلی رو می نویسیم و بعد اینجا تاریخ میلادی رو انتخاب می کنیم. حالا من همینطوری دارم انتخاب می کنم، یه چیزی پیش‌فرض، ولی شما با دقت باید پر بکنید، حواستون باشه چیزی رو از قلم نندازید و چون چیزی که شما اینجا ثبت میکنید همین داخل فرم لاتاری شما ثبت میشه و اگر اشتباهی رخ داده باشه از سمت شماست و از سمت مجموعه نیست. حواستون باشه و شانستون رو نسوزونید لطفاً، چون مثلا شما میای اکسپت میشی و نتیجه میاد و شما اوکی تایید شدی، برنده شدی و میری سفارت و به مشکل میخوری. اگه یکی از این اطلاعاتی که پر کردی به اشتباه، حتی اگه مثلا یه حروف رو اشتباه نوشته باشی، اسم و یه تاریخ تولد و یه آدرس و اینا رو اشتباه نوشته باشی، اونجا به مشکل میخوری، بس حواست باشه. خب میای اینجا کشور رو میزنی ایران. راجب تاریخ تولدم اگه بخوای به میلادی درش بیاری، اگه شمسیه مینویسی تبدیل تاریخ شمسی به میلادی، داخل گوگلت میزنی، میای اینجا مثلا میزنی 1300 مثلا 85 تاریخ تولدم مثال فلان، تایید میکنی و اینجا بهتون هم میلادیشو با روز و ماه و سال و همه چی رو بهتون گفته، این شمسیشه این میلادیشه و این هم از این. اوکی و برمیگردیم روی سایت لاتاری. خب اینجا شهر محل تولدتون رو می‌نویسین. خب بعد کشورتون رو می‌نویسین، کشوری که تابعیتش رو دارین. خب چون بچه‌ها هستن از کشورهای مختلف، افغانستان و اقلیت‌ها کسایی که هستن حتما با دقت پر بکنن این پروسه رو، این فرما رو. و اینجا کشور محل سکونت رو می‌نویسین، اینجا استانش رو میزنین، شهرش رو میزنین، کد پستیتون رو میزنین
بعد آدرستون رو به صورت خلاصه بنویسید. نه مثلا مثال دارم میگم، بیاد بنویسید مثلا کوچه فلان و نمیدونم روستای فلان و اینطوری ننویسید. آدرستون خیلی شسته رفته و خلاصه باشه. اوکی؟ چون خیلی مهمه که آدرستون خیلی شسته رفته و خلاصه. اسم کوچه‌تون، حالا محله است محله، اسم کوچه، پلاک، اسم ساختمون و کدوم واحد کد پستی به دقت پر بشه. اینا رو حتما به صورت خلاصه وار آدرستون رو بنویسید. خیلی شلوغ پلوغ نکنید که مثلا طرف بیاد بگه آره مثلا خیابون حسین زاده شرقی و بعد اون ور برو بنبست غربی و این ور رو بیا برو این ور، چون یه مقدار کاراکترش محدوده و حتما آدرستون به صورت شسته رفته خلاصه باشه. اینم از این. شماره موبایلتون رو وارد میکنید. حالا من آدرس رو همینطوری مینویسم، شماره موبایل رو وارد میکنم، یه شماره موبایل وارد میکنید. بعد اینکه شماره موبایلتون، حتما یه شماره موبایلی وارد کنید که تلگرام، اینستاگرام، حالا شبکه‌های مجازی داشته باشه که بتونیم ما فرم رو براتون ارسال کنیم از طریق تلگرام اگه دارین. و شماره همراهتون حتما درست باشه که اونجا تو سفارت هم باز به مشکل نخورید. ایمیل یا جیمیلتون هم حتما درست بزنید و چک کنید. اگه ندارید خود کافی نت من میتونه براتون بسازه، یه هزینه جداگونه داره. اگر هم دارین که چه بهتر، میتونید بده، فقط حتما رمزیناش هم داشته باشه. یعنی یه جیمیلی نباشه که مثلا نه رمزشو داشته باشه نه چیزی، فقط اینجا صرفا بزنی. یه جیمیلی باشه که اکتیو باشه، فعال باشه، که برای کارهای سفارتت بهش نیاز پیدا میکنی. آدرس محل سکونتت رو مینویسی. حالا اینجا هم جیمیلت، ما حالا یه جیمیل وارد میکنیم الکی برای تست. یه آدرس فعلیت هم مینویسی. حالا ما الکی زدیم. آخرین مدرک تو حتما با دقت، اگه دانشجویی بزن دانشجو هم، اگر دیپلمی بزن دیپلم هم، اگه پایین تر از این به دقت به اون مدرکی که دارین حتما توجه کنید، همونو بزنید، چیز دیگه ای نزنید. آقا من مثلا 2 سال دیگه مثال میخوام برم دکترا بگیرم الان بزنم دکترا، نه، چیزی باشه که دقیقا همین الان هست. اگه مثلا دانشجوی دکتری بزن دانشجوی دکتری هم، اگه مثلا کارشناسی بزن کارشناسی هم، اگه مثلا کاردانی بزن کاردانی، اگه پیش دانشگاهی بزن پیش دانشگاهی هم. با دقت توجه کنید. این است. و اینجا هم ما انتخاب میکنیم، شغلتون رو انتخاب کنید. حالا اگه جزء اینا بود که بذارید، اگه نبود سایر رو انتخاب کنید. نحوه آشناییتون با کافی نت من رو انتخاب کنید که خیلی تاثیر میذاره روی روند بازاریابیمون و کلا به مجموعمون کمک میکنید. وضعیت تحولتون رو بزنید و اینجا عکس که تهیه کردین و این چیزها رو باید داشته باشه، این موارد رو باید داشته باشه که من مثلا میام میزنم حالا عکس لاتاری، یه دونه عکس حالا لاتاری که اوکی باشه و ما حدودی مثلا یه عکسی که اینجا اصلا بزنی میاد. خیلی از چیزایی که توضیح دادن چطوری باشه عکساتون، شرایطش چطوریه و اینا، داخل همون چیز هم ما توضیح دادیم. مثلا حالا مثال دارم انتخاب میکنم، یه عکسی رو ما اینجا میاریم و این عکس رو مثلا این چینیه، مثلا ما اینجا انتخاب میکنیم، حالا اینو میذاریم و میام اینجا بارگذاری میکنیم عکس رو. والا این عکس بی‌کیفیته ولی کلا دارم میگم چون کارشناسا هم چک میکنن، همینطوری اینو بارگذاری نمیکنن، چک میکنن کارشناسای کافی نت من با دقت ابعاد، سایز، زاویه همه رو چک میکنن که مورد تایید وبسایت اصلی و رسمی لاتاری باشه و حتما این شرایط رو داشته باشه. میریم مرحله بعد، اینجا انتخاب میکنیم که کدوم فرم رو پر کردیم و پرداختش رو انجام بدیم. ثبت فرم رو میزنیم و پرداخت آنلاین رو میزنیم، وصل میشیم به درگاه و اینجا شما
اطلاعات کارت رو وارد میکنین و پرداختتون رو انجام میدین و ثبت نامتون به اتمام میرسه. مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین و اینکه کامنت لایک فراموش نشه. بعد ثبت نام هم کارشناسا باهاتون ارتباط میگیرن، اگر مشکلی موردی باشه اصلاحش میکنن براتون، اگرم نه که تماس میگیرن و فرم نهایی و فرم پرزنت رو بهتون میرسونن. مرسی و تشکر از اینکه ما رو حمایت میکنید همیشه و عاشقتونم و دوستتون دارم و امیدوارم که موفق و پیروز و سربلند و سلامت باشینیم. میدونستی کافینت من داره طلای رایگان میده؟ پس اگه هنوز طلای خودت رو دریافت نکردی میتونی با تایپ کردن www.talasi.ir در مرورگر خودت طلای خودت رو دریافت کنی. کافینت من، اولین پلتفرم خدمات غیر حضوری در ایران.